فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. بیننده گرامی، عمر از جوانرود پرسیدن که آیا ابرو گرفتن برای زنی که شوهر داشته باشد و شوهرش راضی باشد حرام است یا حلال؟ به صورت کلی حکمی که آمده در روایات و احادیث رسول الله صلی الله علیه و سلم دلالت بر تحریم گرفتن و حالت دادن ابرو هست. تفاوتی ندارد که چه زن شوهر داشته باشد، بیوی باشد یا دختر و دوشیزه باشد، در هر صورت این حکمی که حکم ثابتی هست، تفاوتی رو ندارد. چه شوهر داشته باشد، چه شوهرش راضی باشد یا راضی نباشد، در هر صورت این کار خلاف شرع هست و یک کار گناه است، مگر در صورتی که از نظر فطری و طبیعتاً ابروی زن بیش از حد معروف و که در میان بله هست، یعنی بیش از حد یعنی کلفت باشد، یعنی طبیعی نباشد که در واقع صورت زن را زشت نمایان بکند، در این صورت حکم جوازش هست، مانند معالجه تمام بیماری ها و اشکالاتی که در جسم انسان به وجود میاد. اما در حالات عادی گرفتن ابرو و شکل دادن ابرو جایز نیست برای هیچ کس، نه برای دختر و نه برای زنانی که شوهر دارند یا زنانی که بیوه هست.